یکی هستی. به نام خالق شادی. خانم ها آقایان سلام، خیلی خیلی خوشحالم. بله، به نمایندگی از همه سلام کردم. از همین شروع برنامه میخوایم بگیم که ما ایرانی ها متفاوت هستیم، different. سفری داشتیم اخیراً به اروپا در ماه محرم و سفر اونجا بودیم و چیزهایی اونجا دیدیم که من در خلال برنامه برای شما خواهم گفت و اونجا شما میبینید که تفاوت ها از کجا تا کجاست. بسیار بسیار انسان‌های different، یعنی متفاوت، و در این حال خیلی لجباز هستیم ما ایرانی‌ها. شما نگاه می‌کنید بالاترین میزان صدقه رو در دنیا ما میدیم، بیشترین میزان تصادفات هم ما داریم. حالا یا پولای درستی نیست یا صندوق‌ها خراب شد، من نمیدونم. حالا صدقه دادنمون جالبه. می‌خوایم صدقه بدیم، ته کیفمون، ته جیبمون دنبال کمترین پول می‌گردی، ریز. بعد پیدا شیم 1000 پاره. بعد پول رو هم میخوایم بدیم، تا میدیم سری به خدا نگاه میکنه. خدای دیدی که این 1000 رو دادم، اون 100 میلیون رو ردیف کن دیگه جور بشه. معاملمون با خدا اینجوری. اما خداوند تو معامله کردن با ما سبک شبیه ما انسان ها نیست. بالاخره ارحم الراحمین، بخشنده ترین بخشنده هاست. هر چقدر ما کم میذاریم اون برای ما زیاد میذاره. برای خدایی که اینقدر دوستمون داره. یه کسی یه دعای قشنگی میکرد، دوست بزرگواری حاج آقا جلال دوست من، میگفت که خدایا ما رو به کم خودت ببخش. من میگفتم حاج آقا این چه دعاییه؟ میگفت که کم خدا خیلی ما آدم هاست. برای خدایی که ما رو اینقدر دوست داره و حمایتمون میکنه دست قشنگی بزنه. والا یا مامان یا فقط نگاه میکنی فقط و فقط در ایرانه بعضی از این راننده های کامیون و تریلی جلوی ماشینشون درشت اسم ائمه میزنن، توی کابین پر عکس هایده همیرا هست، بعد بارش هم تریاک مثلا بیمه فلان. چه آهنگای خاصی هم گوش میکنن. سبک ببین این مدل آهنگاشو دستا با هم بخونیم با هم به کار قدیمی. سپیده دم اومد و وقت رفتن، حرفی نداریم ما برای گفتن، هرچی که بوده بین ما تموم شد، اینجا برای سگه جای موندن. من میرم یادت باشه خونمو کردی بیرون، اول آشناییمون گفتی به من دوست دارم، من میرم از زندگی تو بیرون. یادت باشه خونمو کردی بیرون، دایم وقت جنگ دایم. این تیکش رو الکی اضافه کردم. من شنیدم که جواد یساری و عباس قادری هرگز و هرگز قادر نخواهند بود که در ایران کنسرت بذارن. نه به لحاظ مجوزا، به خاطر اینکه طرفدارای این دوتا خواننده اکثرا راننده های کامیون و اتوبوس هستن. اینا جاپار پیدا نمیکنن بخوان بیان تو سالن جمع بشن. سبکشو متوجه. حالا دستا میگم توی معلم خوشگل